پنجره به پروردگارن حیوانات. شما وقتی یک حیوان رو لمس میکنی انگار پروردگار رو داری لمس میکنی، انگار داری خدا رو میبینی. وقتی به چشمای یک حیوانی نگاه میکنی، به سگ یا گربه نگاه میکنی، به چشماش که نگاه میکنی انگار داری با عالم بالا ارتباط میگیری، داری با پروردگار ارتباط میگیری. حیوانات وقتی آسیب میبینن کسی رو ندارن برن باهاش حرف بزنن، دردشون رو مستقیم به خدا میگن. ولی انسان اینجوری نیست. انسان وقتی آسیبی میبینه میتونه با یکی حرف بزنه، میتونه فریاد بزنه دردشو. ولی حیوانات اینو ندارن. شما وقتی به حیوانی آسیب وارد میکنی هیچ کیو نداره جز خدا، هیچ کیو، فقط به خدا دردشو میگه. واسطه مستقیم به پروردگارن حیوانات. انسان و حیوان روحشون از پروردگاره، هیچ فرقی هم وجود نداره. بود روحیشون متفاوته بله، ولی حیوانات واقعا زبان ندارن، نمیتونه از خودش دفاع کنه. ولی انسان میتونه دردشو فریاد بزنه.